به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، چگونه که بارها در برنامه‌های پیشتر قید کرده بودیم، امروز یک زمانی رسیده است که هر مالی که انسان به دست می آورد 100% گفته نمی تواند که این از کسب حلال یا از تجارت حلال من می باشد. البته سهم مردکاران و یا آنهایی که با دست خود کسب می کنند، با جسم خود کسب می کنند دیگر هست، اما اکثریت تجارت هایی که امروز وجود دارد، علل خصوص تجارت های بین دولت ها و یا تجارت های اینترنتی، از شبهه ها خالی نیستند. و امروز تصمیم گرفتیم برای شما درباره شرکت مضاربه یا خود سرمایه گذاری صحبت کنیم. چطوری که میدونیم همه اتفاق هستند که در شریعت شرکتی هست به نام مضاربه و معنای مضاربه در نزد تمام علما یک تعریف خودش را دارد. اگر تمام تعریف ها را جمع کردیم به یک خلاصه می رسیم که معنای مضاربه این است که یک نفری که پولدار هست اما او شرایط تجارت کردن ندارد، از جهت سلامتی و یا از جهت آن که خودش مشغول است و یا اینکه عموما تجربه تجارت ندارد، و یک نفری که خیلی در تجارت تجربه دارد و او را میشناسد و میداند و او مال خودش را میدهد، پولش را میدهد و با او اتفاق میکند که با این پول تو تجارت کن و هر آن فایده ای که از این تجارت به دست آوردی بین من و تو تقسیم می شود. و چگونه باید تقسیم شود در این باره کمی بعد با هم صحبت میکنیم. و خیلی که گفتیم این نمود تجارت، یعنی این نمود شراکت یا شریک شدن با یک نفر و دو نفر، یک نفر کار کردن و نفر دیگر پول گذاری کردن، خواه بین دو نفر باشد خواه بین دو سه نفر باشد، جایز است. و در این باره احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هم وجود دارد، بعضی آثار از صحابه ها نیز وجود دارد و عموما اجماع امت هست که شراکت یا شریک شدن در مضاربه، از یک طرف سرمایه گذاری کردن، از طرف دیگر کار کردن و آن پول را زیاد کردن جایز می باشد. همین نمود شرکت های سرمایه گذاری، خواه از فروخت سهمیه باشد و یا بریژه باشد و یا چیزهای دیگری که امروز در تمام جهان بازار اقتصاد و تجارت را بالا میبرند، خیلی زیاد است که یک کنج آنها و یا اینکه یک شاخه آنها میچسبد به مضاربه، همین مضاربه اسلامی که در شریعت جایز می باشد و حلال می باشد. پس گفتیم برای اینکه ما گوییم این شرکت مضاربه هست و این شرکت در خود اسلام حلال است، حتما باید شرط و شروط مضاربه و مضاربه اسلامی چگونه می باشد آن را از اول شناسیم. برای آنکه چگونه که گفتم یک چند نمود قرضهای ربوی وجود دارد، یک چند نمود معامله های مشبوه وجود دارد و آن را میگیرند و میگویند این همان مضاربه اسلامی است و این پولش حلال است، در حالی که وقتی از نزدیک دیدیم شرط و شروط هایی که در عقد آنها وجود دارد هرگز با شرط و شروط مضاربه که کل علما به آن اتفاق کردند برابر نیست. برای همین بیایید بدانیم که مضاربه اسلامی را چگونه علما تعریف کردند و این مضاربه چگونه کار میکند و کدام شرط ها مضاربه را به 1% خوردن و یا خود به یکی از عملهایی که پر از شبهه هست و مال دیگری را خوردن هست تبدیل می دهد. و گفتیم مضاربه حلال می باشد. درباره حلال بودن تمام علما، تمام مذاهب در ما اتفاق هستند و در این باره حدیث هم هست که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی دیده بودند که در زمان جاهلیت و یا پیش از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن بعضی مضاربه ها وجود داشت، پیامبر آنها را اقرار کردند و همین گونه در خود کتاب بیهقی هم آمده است که
عموی پیامبر صلی الله علیه و سلام پول خود و مال خود را یعنی به مضاربه میدادند و شرط میگذاشتند که با این پول من تو یگان نمود تجارت میکنی، اما با این پول حیوان نمیخری، یعنی من اجازت نمیدهم که با حیوانات تجارت کنی و این چونین من به تو اجازت نمیدهم که از شهر دور شوی، به دیگر دولت روی، از بحرها گذری. من میخواهم در همین شهر خودمان به جز حیوان با چیزهای دیگر تو تجارت کنی. و وقتی به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته شد که پیامبر الله، عباس پول خود را به مضاربه داده است و چنین شرط ها گذاشته است، از شرط هایش این است که با حیوان نباید تجارت کند، یعنی آن نفری که پول را برای مضاربه گرفته است، این چنین از شرط هایش این است که به سفر راه دور نبراید. پیامبر این را اجازه میدهند، یعنی از این میبراید که هر کسی که برای مضاربه پول میدهد به شرط آن که با آن طرف یگان نمود ظلم نشود، میتواند بعضی شرط و شروط های حلال را ماند و گوید تو با این پول من تجارت کن، اما من اجازت نمیدهم که با همین چیزهایی که در آن بخشش در آن ریسک هست یا خود خطر هست در آن تجارت نکنی، و یا به همان دولت هایی که اگر به آنجا رفتی از سرمایه من خیلی زیاد می رود به آنجا نروی. و در اینجا چگونه که گفتیم وقت شریعت به یگان عملی علی خصوص عملهای تجاری اجازت میدهد، لابد در آن یک خیری هست و گفتیم برای چی مضاربه شرکتی حلال است؟ پیش از همه برای آسان کردن به مردم. انسان‌هایی هستند که از پدر و مادر خود میراث گرفتن، پول زیاد دارند اما قدرت برای تجارت کردن ندارند، برای آنکه اصلا تجربه ندارند و یا اینکه سن و سالشان بالا است و یا بیمار هستند و یا بعضی نفرانی هستند که خیلی خودشان تجربه تجاری دارند، سالها تجارت کردند و این کار را میدونند، اما یک و یک باره خسارت دیدن و یا خود با زبان شرعی افلاس شدن، یعنی دیگر آنها هیچ سرمایه ندارند. در این وقت آنها محتاج یک نفری هستند که به ایشان سرمایه گذاری کند تا که از آن پول تجارت کنند و هم برای خود کسب کنند هم به یک نفری دیگر. پس در خود شریکه مضاربه هم برای نفری که پولدار است و سرمایه گذاری میکند و هم به آن نفری که با این پول کار میکند، به دو طرف خیلی فایده و به هر دو طرف از این سود است. البته که وقتی تجارت گفتیم و این رو تاجران میدونن، هر یک تجارت ریسک زیاد دارد و انسان خواه و ناخواه به خسارت شدن و یا به چیزهای دیگری که شاید یک و یک باره به صفر برگردد و تمام مالهایش را از دست دهد و کساد شود خیلی نزدیک است، ولی تا زمانی که توکل نشد دیگر درآمد هم نمی شود و این رو تاجران خوب میدونند. و خودی همین مضاربه را به جز اینکه گویم یک شرکتی هست که بین دو نفر و یا یک چند نفر هم می شود، حتما باید بدانیم که این شرکت یک شرکتی ریسکی هم هست که 100% در اینجا گفته نمی شود که پولی که من برای مضاربه دادم هر ماه به من همین مقدار درآمد میکند و یا اینکه همین مقدار حتما باید به من اون نفری که به اون من برای تجارت پول دادم یعنی سرمایه گذارش هستم به من پول دهد. و وقتی گفتیم اینجا شرکت مضاربه هست، البته که در اینجا طرف ها هستند، نفری که پول میدهد، نفری که تجارت میکند و نوع تجارت و مقدار پول، اینها همش باید معین باشد. ولیکن یک وسیگی یا خود رخصتی از جانب شریعت هست که میگویند مضاربه رو میتوانیم به دو تقسیم کنیم. مضاربه که با شرط و شروط و قیدهای خود هست و مضاربه که هیچ شرط و شروط ندارد به جز شرط و شروط شرعی. برای مثال یک نفری سرمایه گذار به یک تاجر و یا گفتیم به یک نفری که خیلی در این کار تجربه دارد پولش رو میدهد و میگوید با همین پول کدام نوع تجارت رو که خواستی تجارت کن، هر درآمدی که میشود بین من و تو تقسیم است، هر درآمدی که است بین من و تو تقسیم است و تو در این تجارت آزاد هستی، در سفر آزاد هستی، به هر کجا میخواهی برو، از کجا میخواهی کالا بیار، با کی میخواهی خرید و فروش کن. البته در اینجا شروط های شرعی هست که نباید با الکل یا خود هر مواد مخدر و هر چیزی که مست کننده و ضرر رسان و در شریعت حرام است، از این چیزها نباید یگان
مسئله در داخل تجارت باشد، یعنی تجارت با این چیزها کلا حرام است. اما بقیه این، یعنی خواه با حیوانات، خواه با آذوقه‌واری و خوردنی، خواه با لباس، خواه با چیزهای ساختمان، یعنی خودی نفری که سرمایه گذار است میگوید پول را گیر، هر تجارتی که خواستی بکن و درآمد بین من و تو تقسیم است. این را میگویند تجارتی کاملا به یگان شرط و شروط و قیود. اما تجارت دیگر هم هست که و این را پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه که در حدیث بالا ذکر کردیم اجازه دادگی هستند. نفری که سرمایه گذاری میکند میگوید با همین پول من با همین چیزها تجارت نمیکنی، با فلان دولت ها نمیروی، و یا اینکه معین میکند که فقط با آذوقه‌واری تجارت میکنی و یا فقط با حیوانات تجارت میکنی. یعنی خود سرمایه گذار در اینجا بعضی شرط و شروط، البته شرط و شروطی که برای تاجر وزمینی نکند، برای او زندگی و کاروبارش را مشقت، یعنی با مشقت نکند، این گونه شرط و شروط گذاشتنش جایز می باشد. و اما چگونه که گفتیم حتما در مضاربه مطلقه، یعنی مضاربه که در آنجا هیچ شرط و شروط وجود ندارد و میگوید من سرمایه گذاری کردم بقیهش با تو، در این وقت حتما باید گفته شود که شرط و شروط هایی که اسلام مانده است آنها را ما باید رعایت کنیم. و این چنین از روی شرط و شروط گذاشتن بالای مضاربه وقت هم یک نقش خود را دارد. سرمایه گذار میتواند بگوید که مبلغی که من به تو دادم در مدت 5 سال یا 10 سال یا 1 سال آن را چرخ زنان، با آن تجارت کن و پس از 5 سال دیگر بین من و تو مضاربه تمام می شود، تو با راه خودم، من با راه خودم. یعنی این پولی که من به تو دادم فقط با هم در همین مدت است، نه اینکه تو تمام عمر این پول من در دست تو باشد. یا اینکه بگوید که نه دیگر من و تو شریک هستیم، همین پول در دست تو است تا آخر عمر من یا تا آخر عمر تو، همین پولی که من به تو دادم بین من و تو دور میزند و تو تجارت میکنی و فایدهش رو هر دو از دو طرف میگیریم. و این تجارتی که گفته ایستاده مضاربه که یک نفر سرمایه گذاری کرده ایستاده است، یک نفر دیگر کار کرده ایستاده است، حتما رضایت دو طرف باید باشد. اینجا اینکه یک نفر راضی است نفر دیگر نه، یا اینکه من پول فلانی رو گرفتم و با اون مضاربه کردم خواه و ناخواه راضی می شود، چون این گپ وجود ندارد. یعنی بعضی حالت های می شود که میگن پول اکم است، به اکم نگفتم اما من با اون تجارت میکنم و مثل مضاربه به برادرم از اون فایده میدم، در حالی که برادر راضی نیست. برای همین اتفاق تمام علما ترازی ترازو که دو طرف، این طرف هم گویند که من 100% راضی هستم، طرف دیگر هم این حتمی هست که دو طرف راضیگی خود را دهند. و عقد مضاربه، یعنی پس از آن که دو نفر اتفاق کردند که من راضی هستم که سرمایه گذاری تو باشم، نفر دیگر گفتند که من راضی هستم که با این پول تجارت کنم، یا اینکه یک چند نفر جمع شدند، 5 نفر 4 نفر یا یک عائله جمع شدند به یک تاجری که خیلی در تجارت استوار هست و او این کار رو خوب میدوند، با او پول دادن. یعنی یک چند نفر سرمایه گذاری کردن و یک تاجر به گردن گرفت که من پول شما رو دور میزنانم و به شما پول میدهم. این گونه هم حلال و جایز می باشد. و هر وقت که تاجر گفت که من دیگر مضاربه نمی کنم، مبلغتان در دست من سالم است و بگیرید، حق دارد. برای اون که تجارت مضاربه یا خود شراکت مضاربه این حتمی نیست که انسان با همین همچون قرض بالای گردنش در این کار بردوام باشد. هر لحظه خواست، هر وقت خواست میگوید که من میخواهم دیگر از این شرکت خارج شوم و مبلغی که به تو داده بودم آن را برگردانم. اما درباره مبلغ که اگر مبلغ نابود شود چی در این باره، کمی بعد ان شاء الله در این باره با هم صحبت میکنیم. و گفتیم وقتی که دو نفر تجارت میکنند، یک نفر سرمایه گذاری و آن سرمایه گذار رو هم الکی می توانیم تاجر گوییم و نفر دیگری که با این تجارت میکند، پیش از آن که گفتیم هر دوی اینها راضی باشند، حتمی راضیگیشان، البته که اینها باید از اهل ولایت هم باشند. یعنی با نفری که عقل سالم ندارد پول او را گرفته
مضاربه کردن یا اینکه یک کودک رو پولش رو نپرسیده گرفته مضاربه کردن، البته از اولیاش، یا یک نفری که شما هرگز باور ندارید که او چگونه انسان است، این پولش حلال است و یا حرام است، با او مضاربه کردن، و یا به یک نفری که اصلا خائن است، شما میدونید که پول رو میگیرد و تماما نابودش میکند، با او مضاربه کردن. این گونه مضاربه ها همش میرود در آخر به جنگ و تلاش و به کشمکشی. و در وقت مضاربه کردن حتما باید پول رو دست به دست دهید. یعنی نفری که سرمایه گذاری میکند، سرمایه گذار با دستش پول رو میبرد و به تاجر میدهد، و یا اینکه با بانک گفتیم و یا از طریق کارت، اینه که در فلانی پول من هست، اون رو بگیر و تو تجارت کن، یا اینکه یک زمان من به تو قرض داده بودم، اون قرض رو دیگر به مضاربه من می اندازم، یعنی راضی هستم. به این در تمام کتاب های فقه، از فقه خود مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه یا خود حنفی شروع کرده، در دیگر مذهب ها هم میبینیم که در مضاربه اون قرضی که در تو است با اون مضاربه کنش نیست، برای اون که این خیلی به ریبا نزدیک است، یعنی پرسنت بستن بالای قرض، برای اون که در وقت قرض دادن یگان خیلی شرط و شروط نبود، برای همین پولی که در دستت هست و اون قرض رو داده نتوانسته ایستاده ای، تو با اون مضاربه کن و فایدهش رو به من ده، چون این شرکت مضاربه وجود ندارد. پول رو با دست میدهید یا خود پولی که در او بود به شما میدهد، سپس اون رو میگیرید و میگوید تمام با این من میخواهم تو مضاربه کنی، و حتما مقدار پول معلوم باشد. یعنی 100% نفری که سرمایه گذاری کرده استاده است بداند که چقدر داده استاده است و اون نفر هم بگوید که چقدر گرفته استاده است، تا که در آخر به جنگ و جنجال نرود. و برمیگردیم به ربح یا خود فایده که از این شرکت مضاربه به دست تاجر می آید. چگونه که گفتیم این شرکت چنین است که من سرمایه گذاری کردم، اون طرف تجارت کرد، فایده که هست بین ما تقسیم است. اما چگونه تقسیم است؟ این تقسیمات به مصلحت سرمایه گذار و تاجر برمیگردد. در یگان جا آمدگی نیست که حتما باید 50-50 باشد و یا 40-60 باشد. هر طوری که اینها اتفاق کردن و حتی سرمایه گذار اگر گوید که تو 60% فایده رو بگیر، 40% رو من میگیرم، این تجارت صحیح است. و یا برعکس اگر تاجر گوید که تو فقط پولت رو داده در خانه داری استراحت میکنی، من باشم از این دولت به اون دولت و یا اینکه از این سو به اون سو دوادوی میکنم، برای همین من 80% فایده میگیرم تو 20%، در این هم هیچ اشکالی نه. یعنی هر اتفاقیتی که بین اینها شد و هر دو راضی هستند این جایز است. اما این رو ببینید که حتما باید گویم 5%، 10%، 40%، 50% یک مقداری معین پول را گفتن، این که هر ماه به من $200 میدهی، هر وقتی که تو فایده گرفتی $500 از من است یا 100 سومانش از من است یا 2000 سومانی هر ماه به من میدهی. این خودی این نمود مضاربه نیو، این یک قرض ربوی است. برای اینکه کلی علما اتفاق هستند که در این گونه نمود تجارت ها که ربح یا خود فایده غیر معلوم است و ما نمیدونیم که تاجر آیا از این تجارتش برد میکند و یا خسارت میبیند، نباید بالای او حتمی کنیم که تو به من چند سومان یا دلار یا روبل، یعنی با رقم و با پول معین بالای او همچون حتما به من همین ماه یا همین وقت بدهی بالای او بار کنیم. برای همین تمام علما اتفاق هستند که هر وقتی که در مضاربه چون این شرط به میان آمد که تو به من در یک مدتی معین یا در آخر، یعنی در یک سال یک بار همین پول معین رو با رقم هایش $1000 1000 سومان رو میدهی، این الکی فساد است، باطل است، هر دو گناهگار هستند. با این پول این نمود تجارت مضاربه وجود ندارد. برای آنکه وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم با یهودی خیبر عقد مساقات یا خود مزارعه میبندند، میگویند شما در زمین کار میکنید و هر خرما و درآمدی که از این زمین شد 50-50 بین ما تقسیم است، شطرش رو به ما میدهید. پیامبر هرگز نمیگویند که 100 کیلوگرمی یا 500 تونگی یا چند مقدار دیگر به من دهید، برای اون که الله میداند که این سال چقدر ربح میشود.
چقدر برد می شود. برای همین این یک مشکلی خیلی بزرگ بین برادر و یا خواهرهایی که با مضاربه مشغول هستند همین است. خیلی زیاد از خواهرها و حتی بعضی از نفران دیگری که خیلی خوب در این باره، یعنی حلال خوردن و رزق حلال گرفتن کوشش میکنن، در این باره میگویند من پولم رو به مضاربه دادم، هر ماه به من 1000 سومون می آید. بعضی ها میگویند من پولم رو به مضاربه دادم و هر ماه به من حتی 30 سومون باشد هم آمده استاده است. یعنی 30 سومون از کجا هست؟ ما اتفاق کردیم که فقط 30 سومون یا 1000 سومون یا 100 سومون دادی کافی است. این گونه مضاربه وجود ندارد. چگونه که گفتم فایده ای که شد میگوییم، یعنی حتما در اینجا شرکت مضاربه یک شرکت دستی امانت هست. تاجر در اینجا یک نفری امین است که یگان چیز رو پنهان نکرده، چقدر درآمد کرد، چقدر خسارت کرد، همه اش رو به سرمایه گذار، نفری که به مضاربه پول داد، بگوید و بگوید که همین قدر ما فایده گرفتیم و این رو چگونه که اتفاق کرده بودیم 60 در 40 یا 50 به 50 یا 70% بین هم تقسیم میکنیم و هرگز پنهان کاری کردن و یا با این پول من چقدر فایده کردم از آن خودم، من به تو فقط 1000 سومونی میدهم یا 100 دلاری میدهم، یا اینکه سرمایه گذار به من هیچ یگان خیل دخل ندارد که چیکار کردی پول رو به تو دادم، هر ماه به من چنین پول رو میدهی. این نمود قرض دادن و ریبا خوردن است، برای اینکه شما نمیدونید که او چقدر فایده گرفت و یا ضرر گرفت. برای همین حتمی است که در وقت شرکت مضاربه گفتن و یا سرمایه گذاری شرعی حلال کردن به همین نکته اهمیت دهیم که ما پول رو با مقدارش با رقمش تعیین نمی کنیم، بلکه با فایزش که همین فایز این ربح و یا درآمد از تو می شود و همان مقدارش از من می شود. و این چونین در وقت عمل اگر خود مثلا مضارب یا نفری که پول رو گرفته ایستاده است، اگر گفت که ما 2 نفر با این پول تجارت میکنیم، سرمایه گذار 1 نفر است، یعنی ما 2 کس باز شریک هستیم در تجارت، این هم هیچ مشکل ندارد. یعنی 1 نفر سرمایه گذاری کرد به 2 برادری که با اون پول دیگر آنها کار میکنن، اما چگونه که گفتیم فایده بین این 3 نفر تقسیم می شود به همون مصلحتی کرده اشان و با فایزهای معین، با فایزهای معینی که از همین چنین مقدارش رو تو میگیری. و اگر مبادا گفتیم همین سومون یا همین روبل یا همین دلار، دیگر شرکت این شریکه باطل شد و جایز نیست که با این کار کرد. و در اینجا درباره اینکه مثلا آیا پولی که ما گذاشتیم مبادا در وقت تجارت یک بار کساد شد، یعنی 1 نفر میوه زیاد خرید و میوه ها در هوای گرم تا اینکه به روسیه و یا دولت دیگر روند همه اشان ویران شدند، پوسیدند، یا اینکه 1 نفر خیلی زیاد از متا خرید، کالا خرید، اون کالاها صفتش پس بود و به فروش نرفت، مشکل شد، یا گفتیم پول در مابین دزدیده شد. آیا در اینجا حتمی هست که نفری که کارگر است، تاجر است، زمان گیرد؟ یعنی گوید که من دیگر ضمانت رو میپردازم، این کسادی که شد همش از بالای من است، که متاسفانه تقریبا تمام بانک هایی که هم سرمایه گذار میخواهند یا سرمایه گذاری میکنند و یا شرکت های بزرگ تجاری که سرمایه گذاری برای ما کنید میگویند همین شرط رو میمونند، میگویند شما سرمایه گذاری کنید، ما ربح کردیم نکردیم، فایده کردیم نکردیم، به شما رأس المال یا پول داده اتان تنش رو میدهیم، به ضمن اینکه به شما ما فایز داده هم میستیم، این چونین به شما رأس مالتان یا خود پولی مبلغ در اول داده اتان به گفته خودمون تنی پولتان رو میدهیم. لیکن در شرکت مضاربه چنین وجود ندارد و اتفاق تمام علما و در این باره حدیث هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هم فایده و هم زمان وجود ندارد. وقتی که تو پول رو گرفتی و از آن هم فایده میگیری و اون طرف هم فایده میگیره، در آنجا نباید تو زمان یعنی به گردنت اون رو گیری، مگر اینکه در خود مذهب امام شافعی دیگر مذهب هم هست که نفری که پول شما رو گرفت یا تاجر سهلنگاری کرد،
او برای دزدیده شدن پول خودش سبب شد. او خودش به احتیاطی کرد و میوه هایی که الکی به پوسیدن نزدیک بودن خرید. یعنی اینجا عیب و کمبودی و بی اهمیتی اگر در تاجر باشد، در این وقت سرمایه گذار میتواند بگوید که تو خودت سهلنگاری کردی و به این من دلیل دارم، برای همین من تنی پولم رو میخواهم. یعنی تو ضامن هستی که پولهایم رو برگردانی. اما آفت طبیعی آمد و تاجر خیلی خودش یک تاجری پیشرفته و با تجربه بود، اما یک و یک بار تقدیر شد و کورس ها تغییر یافتن کورس های پول که الان خیلی آسان شده است به دست یگان تاجر نیست. این را حکومت داران میکنن و تا چی اندازه به اقتصاد هر یک دولت است سالهای آخر حتی پنهان است. یعنی این هم یک بازی بین بین حکومتی شد و رفت. برای همین 100% که این را خودی تاجر در دستش نیست و تغییر یافتن کورس و یا اینکه یک و یک بار زندانی شدن و یا اینکه یک و یک بار همان تجارت رو در خودی دولت منع کردن و یا اینکه به گفته خودمون منپولیا کردند و چیزی دیگر، اینجا یگان حق ندارد که سرمایه گذار گوید تو ضمانتی مالهای مرا باید به گردن گیری و هر پولی که دادم تو باید به من برگردانی. برای آنکه اینجا تاجر هیچ گناه ندارد و اگر داشته باشد و 100% سرمایه گذار دلیل داشته باشد، اینجا میخواهد یا خود طلب میکند که تنی مالش را برگرداند. پس اگر مبادای خیلی که گفتیم این شرکت یک شرکت ریسکی است، مبادای اگر خسارت شد پولی خودی سرمایه گذار می سوزد و تمام عملهایی که تاجر کرد اون می سوزد. یعنی دو طرف، یکی به کار خودش دیگری به پول خودش اینجا خسران می بیند. اما اگر رفت و این تجارت تنی پول هرگز نابود نشد، اینها با هم فایده گرفتن، در آخر پس از 1 سال 2 سال 10 سال گفتن نه ما دیگر این شرکت رو خاتمه میدهیم، وقتی که تنی پول در جایش هست تنی پول رو به دست سرمایه گذار میدهند و تمامی اون درآمدی که بود بین هم تقسیم میکنند. اینجا میشود که بین خود اتفاق کنند که هر ماه یا هر وقتی که تو یک ربح میکنی وابسته به وقت و ساعت یگان رابطه ندارد، مهم هر ربحی که تو کردی بین ما تقسیم است. یا اینکه اتفاق کنند که مدت 1 سال این پول در دست تو است و پس از 1 سال میبینیم که چقدر تو درآمد کردی و اون درآمد رو بین هم تقسیم میکنیم و تنی پول رو تو به من برمیگردانی. و وقتی گفتیم شرکت مضاربه و یا سرمایه گذاری اسلامی یک شرکتی است که دست امانت در اونجا هست، حتما اینجا 2 نفر کار کنند که بین هم خیلی از جهت امانت داری و درستکاری و راستگویی با همدیگر اعتماد دارند. برای همین در بعضی از روایت ها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن که امین و صادق بودند، حضرت خدیجه رضی الله عنها تاجری بزرگ زمان خود پیامبر را گفتند با مال من تو تجارت کن، پول مرا گیر و تجارت، آن هم تجارت مضاربه بود. یعنی من میخوام که تو با این پول تجارت کنی و بین هم ربحش را تقسیم کنیم. حتما باید تاجری که به او پول میدهید او یک نفری معین، اونی که میشناسید، خیانتکار نیست، دست امانت دارد، امانت چه است میداند، این صفت ها در او باشد که متاسفانه و صد افسوس در زمان ما خیلی کم هستند. تاجری ببخشید نزدیک بود تاجر گویم صادق امین که پیامبر صلی الله علیه و سلم مژده دادند که هر تاجری که او صادق و امین است او همراهی صدیقین شهدا در جنت می باشد. برای اینکه خیلی وزمین است و یا خیلی برای یک تاجر هم صادق و هم امین بودن خیلی برای او وزمینی می شود و خیلی که می دانیم اکثریت تاجران هم قسم دروغ می خورند، هم امین نیستند و خیلی کم هستند آنهایی که هم تاجر باشند و هم صادق و هم امین باشند. پس وقتی میگویم من سرمایه گذاری میکنم یا من میخواهم با یک نفر شرکتی مضاربه و یا خود یک چند گروه یک چند نفر باشیم و یک شرکتی مضاربه به کار اندازیم، حتما بدانید که مبادای با یک نفری خاین ببخشید شریک شدید و یا با یک نفری که الکی او بارها چندین نفر را با
سرمایه گذاری و تجارت و کارهای دیگر فریب کرده است، هرگز از این برد نمی کنید و او در آخر پولهای شما را نابود می کند و با همین با واویلا و حسرت می مونیم. حتما در این شرکت باید دست امانت وجود داشته باشد. تاجری که امین است دروغ نمی گوید و با آن پول هر فایده که گرفت آن را می گوید و مطابق آن مصلحت تقسیم می شود. ولی چگونه که گفتم خیلی نفران زیادی هستند که سرمایه گذار مییابند، پس از آن هر ربح و فایده که کردن پنهان میکنند و فقط خسارت خود رو میگویند و خیلی زیاده وقت می شود که پس از 1 سال یا 2 سال تنی پول رو میدهند و میگویند متاسفانه در این مضاربه ما هیچ فایده ای نگرفتیم، این پول شما است و برگردونید. بهتر بود میگفتند به من قرض ده من تجارت کنم از اینکه گپ دروغ زنند و سرمایه گذار در اینجا در انتظار باشد. اما از طرف دیگر هم البته خیلی که میدانیم سرمایه گذارانی زیادی ببخشید به انصاف هم هستند که از مضاربه شرعی خبر ندارند و از همان اولین روزی که سرمایه گذاری کردن بالای نفری تاجر قرض میبندند که تو حتما هر ماه یا در 1 سال چند بار به من همین پول را میدهی، در حالی که شاید این پول عموما به دست تاجر نآمد و او از کجا آورده میدهد و این نمود تجارت وجود ندارد. و این بود عزیزان درباره مضاربه شرعی شرکت سرمایه گذاری. و الان در زمان حاضر خیلی از شرکت های زیادی سرمایه گذاری هست، سهامی هست، از سهمیه و از سرمایه و از چیزهای دیگر که آمیخته شده اند، هم به قرض ریبوی هم به مضاربه یک پهلویشان، از طرف دیگر به وکالت به چیزهای دیگر. برای حکم هر یکی آنها را گفتن باید از اول تا به آخر تمامی آن شرط نامه های آنها را بخوانیم و بدانیم که در اینجا کدام شرکت ها وجود دارد و کدامی از آنها به شریعت مطابقت میکند و کدامی آنها به شریعت مطابقت نمیکند. و همین شرکت های سرمایه گذاری و یا مضاربه که بعضی مردم از روی شریعت میگویند و میکنند در حالی که از روی شریعت نیست، یا پول معین هست در آنجا که من همین مقدار فایده میگیرم، یا اینکه طرف دیگر در اینجا خیانتکار است، در آخرش ببخشید به جنگ و تلاش، به ناراضگی و اینکه حق مرا خورده و نداده تبدیل می شود که این یک خصومت و جنگ و تلاش زیاد رو به بار می آورد. این بود موضوع امروزه ما و امیدوار هستیم که فهمیده باشید و اگر چیزی رو در رفت برنامه نفهمیدید حتما در سوال ها مطرح کنید و انشالله که در پاسخ هستیم. اینجا سوال اول: اگر مثلا 3% پول دهنده گیرد و 70% تجارت کننده، یعنی 50-50 نباشند، 50-50 نباشد، این مضاربه می شود یا نه؟ البته چگونه که گفتم 50-50 بودن حتمی نیست، می شود 30-70، می شود حتی 90-10. یعنی اگر یک تاجر خیلی در این کوشش کند و سرمایه گذار انسانی خیلی مثلا در دیگر کارها مشغول باشد و گوید کمترین باشد هم به من فایده آور، در اینجا می شود که به هر فایزه که بین هم اتفاق کردن آنها راضی شوند و این مضاربه می شود. و در خود فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و مذهب های دیگر هم هست که مبادای اگر در اول به مضاربه پول دادیم، یعنی سرمایه گذاری کردیم، اما بین هم چقدر فایده میگیریم نگفتیم، یا دو دوست نزدیک بودن یا دو برادر بودن که شرم کردن، در این وقتی که آنها بین هم نگفتن 50-50 تقسیم میکنن برای آن که این شرکت است، لیکن برای آن که اینجا آنها در اول اتفاق نکرده بودن و هر دو به هم دیگر باور داشتن، لیکن اگر آنها اتفاق کنند که 50-50 70% 90% حتی این مضاربه هست و حلال می باشد. سوال دیگر: بانک که فقط یک شعبه نظامی بانکداری اسلامی دارد اما فعالیت ریبوی نیز دارد، آیا می شود با شعبه نظامی بانکداری اسلامیش همکاری کرد و قرض گرفت و یا مضاربه کرد؟ اینجا اگر شما 100% دانید که از این شعبه به آن طرف نمیدهند، برای آنکه بانک هایی که یک شعبه اسلامی دارند بقیه شعبه هایشان غیر اسلامی هست، خواه و ناخواه پول شما رو آمیخته میکنند به پول های دیگر. اگر آنها رو شما امین میدانید و آنها میگویند که این پول شما فقط با مضاربه شرعی
استفاده می شود و این قرضدهی و قرضگیری که بین ما شما کرده ایستاده با یگان از شعبه های دیگری غیر نظامی شرعی نمی کنه می شود. اما این رو هم بدانید که اکثریت بانک ها به نیت جلب مشتری زیاد که ماشاءالله آخرهای سال در تاجیکستان خیلی خواهر و برادران عائله ها از حلال و حرام آگاه شده ایستادند و میخواهند با بانک های اسلامی کار کنند. بعضی از بانک ها از این سوء استفاده کرده میگن هی ما شعبه اسلامی هم داریم اما در رفت کار اسلامی و غیر اسلامی را در داخل سیستم خود آمیخته کردن. اما به هر حال اگر گفتن که همین شعبه ما به یگان شعبه دیگر آمیختگی نمی کند و پول شما 100% به مضاربه اسلامی می رود و یا اینکه هر سرمایه گذاری که کردید فقط از اسلام است، در اینجا جایز است. اما حتما شرط و شروط را بینید، یعنی در آنجا خواه و ناخواه به شما اتفاق نامه و یا چی شرط و شروط هست در آنجا به شما میدهند، ببینید که آیا این شرط ها همش موافق اسلام است یا نه. سوال دیگر: اگر سرمایه گذار بگوید که به کشورهای معین همکاری تجارتی نکند، در حالی که اگر همکاری کند فایده کلان میگیرد، آیا تاجر میتواند بدون اجازه سرمایه گذار به همین کشور مناسبت تجارتی به راه ماند؟ پیش از همه چه خیلی که گفتیم در خود همین شرکت مضاربه شرط گذاری از رب المال یا خود سرمایه گذار جایز است و او میتواند بگوید که با فلان دولت ها و یا شرکت ها همکاری نکن و به این باید رعایت کند. اما رفت و تاجر گفت که اگر به این رعایت کردم من هیچ فایده نمیگیرم، سرمایه گذار هم هیچ فایده نمیگیرد و بدون اجازه سرمایه گذار مبادا تجارت کرد، هر کسادی که می شود و یا هر زیانی که می شود او در این وقت زمامدار می شود، یعنی بالای او می افتد، ضمانتش را او پرداخت می کند. در اینجا پیش از همه جایز نیست و باید اجازت او را گیرد. دوم، اگر نه جایز نباشد هم من کردم من باید در این تجارت فایده گیرم گفت و کرد، هر خسرانی که شد به گردن خودی همین تاجر است و آن پولی که در آنجا مبادای اگر به زیان رفت از کجا باشد هم باید پیدا کرده دهد، برای آنکه شرطی که سرمایه گذار ماند او به آن شرط رعایت نکرد. سوال دیگر: من در ترکیه تجارت دارم، از یک نفر بیزنسمن تاجیک که در روسیه تجارت دارد برای فایده تقسیم پول گرفتم. سرمایه گذار میگوید به ضرر شریک نیستم اما فایده تقسیم است، آیا این درست است؟ این یک چگونه که گفتیم شرکتی سرمایه گذاری و یا مضاربه نیست، این قرض دادن ربوی هست. گویا که میگوید من به تو پول دادم، تو فایده کن و تقسیم رو بین ما کن و اگر ضرر شد من کار ندارم، باز پولم رو به دستم ده. این البته شرکت نیست و گفتیم که به اتفاق تمام علما این گونه شرکت هم گناه هست هم جایز نیست. او گناهگار می شود، شما هم گناهگار می شوید برای اون که به او کمک کرده استادید. اگر او گفت مبادای اگر در اینجا یگان زیان یا ضررهایی که در دستی تو نبود که این رو همه تاجران میدونن، یک بار تجارت کساد شدنش ممکن شد، دیگر من پولم رو توکلش به الله از تو طلب نمی کنم اما فایده بین من و تو تقسیم است، این همین مضاربه حلال است. اما اینکه گفته باشد که به من ضرر رو نگو، از کجا باشد هم من فقط فایده میخواهم، البته که این شرکت مضاربه نیست و این جایز هم نیست. سوال دیگر: من یک اینوالید گروه یکم هستم، کار کردن نمیتوانم اما یک مرکز سودایی که از پدرم مانده بود آن را به اجاره داده زندگیم را میگذرانیدم. حالا کریزیس اکثریت دکاندارها پول را داده نمیتوانند، یک قسمشان الکی دکانها را سپاریده رفتند. بعضی اقتصاددانها را پرسیدم، گفتند که مرکز سودا را فروخته یگان تجارت موفق را سرمایه گذاری کنم و به تجارت شریک شوم. چی کار کنم که فریب نخورم؟ اگر به این سیستم سرفهم روید خواهش میکنم مصلحت میدادید. البته که درباره خودی تجارت های با موفقیت در تاجیکستان من مدت هاست که خبر ندارم، لیکن این را دانید که هر تجارتی که شما میدانید که اگر سرمایه گذاری کردید پس از مدت آنها
موفق میشوند و پول شما رو زیادتر میدهند و این سرمایه گذاری همچون سرمایه گذاری عادی نه و همچون شرکت مضاربه هست و با نفران ایماندار مسلمان هستید، البته که خیلی خوب است. اما این رو گفتنی هستم که چی آن بازارهای سهمیه، از سهمیه روغن سرکرده تا برق تاجیک و چیزهای دیگر، و چی بعضی از شرکت هایی که سرمایه گذار میکوبند و میکنند اکثریتشان اول شده تمام شرط و شروط هایشان خلاف شرعی هست، دویمش اکثریت رو فریب داده ایستادن که تا امروز میبینیم که چقدر سهمیه ها و یا سرمایه گذارها خسران دیدن. ولیکن به هر حال میتوانید یگان برادر و یا یگان نفری که شما امین است میشناسید و او مثلا به تجارت ساختمان مثلا خودش مشغول است و یا به یگان تجارت خوبه که هر ماه از آن برد میکند و او رو میدانید که یک نفری خیلی در این کار با تجربه است، البته میتوانید با او صحبت کنید. اما شرکت های مخصوص دولتی در درون تاجیکستان، من از آن شرکت ها خبر هم ندارم و متاسفانه میدانم که از روی شریعت هم و از روی حلال و حرام هم و از روی شرط و شروطی که باید در سرمایه گذاری باشد آنها هرگز عمل نمی کنند. سوال دیگر: از کافر پول مضاربه آیا گرفتن ممکن است؟ مثلا یک شخص غیر مسلمان راضی شود که طبق طلبات شریعت اسلام تجارت را سرمایه گذاری کند، مضاربه کردن با کافر اجازت است؟ اگرچه بعضی از علما به شرط های کفالت می درآید میگویند، بعضی دیگر به این اجازه دادگی هستند، یعنی اکثریت گویم به این اجازه دادگی هستند و دلیلشون هم این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم با یهود خیبر شراکتی مساقات و مزارعه کرده بودند. به آنها گفته بودند که زمین رو ما به شما میدهیم، در اون کار میکنید و هر درآمدی که شد از خرما و از میوه‌جات بین من و شما، یعنی بین مسلمان ها و شما تقسیم می شود. و این شرکتی که پیامبر با یهود کردن دلیل به آن است که شما می توانید به یک کافر اگرچه مسلمان نباشد هم وقتی می دانید که امانت دار هست و این در آخر به شما مثلا یگان خیلی ضرر نمی رساند، در این وقت اگر او راضی باشد که به این کار مثلا به شما سرمایه گذاری کند با او کار کنید. اما اینجا حتما باید در اینجا شرط و شروط از شما باشد، یعنی اون کافر حق ندارد که بالای شما شرط و شروط گذارد، برای آنکه میدونیم که آنها از روی شریعت شرط و شروط نمیگذارند و شما باید در اینجا بگویید که این شریکه از همین کارهای حلال استفاده می شود و از همین گونه مثلا از شرطنامه ها کار میکند و اگر او راضی شد هیچ جای گناهش نیست. البته که میتوانید یا اینکه از او پول گرفته تجارت کنید یا اینکه به یگان نفری کافری که شما میدانید که او در اینجاش به شما خیانت نمیکند به او بگویید که این پول را تو به تو یعنی به شرکت تو یا به تجارت تو سرمایه گذاری میکنم، تو این رو دور زنان و بین هم فایده رو تقسیم میکنم. سوال دیگر: اپا جان تجارت من گپزنی است، یعنی من یوتیوبر هستم. از یک برادر خواهش کردم مرا به تکنیکای کاری تامین کند. حالا اگر تکنیکای کاری مرا سرمایه گذار خریده دهد، من اگر گپزنیم پول کار کنم باید به پول دهنده پولی از یوتیوب کار کردم رو تقسیم کنم. اما انا همین مضاربه هست که علما اجازه نمیدین. این نمود رو من شکلش رو میگویم. یک نفر به یک نفر دیگر پول میدهد، میگوید با این پول تجارت نوو کار کن، مثلا حیوان خر یا اینکه باغ خر رو در آن کشت و کار کن و فایده رو بین هم تقسیم میکنیم. اینجا به یک نفر پول میدهیم، او تجارت نمی کند و خودش خیلی در آن زمین کار میکند و از آن زمین فایده میگیرد و به آن فایده شریک هستیم. این قرض با ریبا، یعنی به همین نمودی قرضی خیلی نزدیک است. در اینجا شما حتما باید به او یا بگویید که تو به من اسباب ها رو خر و به من اجاره ده، یعنی تو به من هر آن تکنیکی که من به او احتیاج دارم خر و ده، من به تو اجاره اش رو میدهم، یا اینکه تو تکنیک رو خریده به من ده و من اون رو گویا از تو میخرم، یعنی پولش رو در مدت 1 سال کمی گرانتر فروشی هم میدهم. اما این که من به تو اسباب خریده دادم، پس از این همه درآمدی تو بین من و تو تقسیم است، این در شریعت جایز نیست و یکی از مضاربه های باطل است که سرمایه گذار پول میدهد و میگوید با این حیوان خر و یا اینکه یک کاری دیگر کن که اون تجارت نیست، یک کار است مثل کار شما و فایده رو به من دادم میگیری بین من و تو. مگر
مگر اینکه به شما فروخت، یعنی تکنیک شما رو فروخت و مقدار پول تکنیک رو از شما از هر پولی که کار کردید کم کم گرفت و بعد از آن که تمام پول تکنیک رو به او داده تمام کردید دیگر از شما طلب نکرد. اما این که گفت که نه تمامی بعد از این کاری که میکنی بین من و تو تقسیم است، این جایز نیست. شما پول تکنیک رو در اینجا حساب کرده کم کم داده میتوانید، یا اینکه تکنیک رو تماما به شما نمیفروشد و به شما اجاره میدهد و شما هر ماه به او اجاره میدهید و چقدر کار کردید و کار نکردید به او هیچ رابطه ندارد. سوال دیگر، سرمایه گذار راضی شده بود که 20% از درآمد میگیرد. اگر بیزنس ضرر بیند فقط 20% ضرر را به گردن میگیرد. حالا کاری خوبی مرا دیده میخواهد شرط اول بسته امان را دیگر کرد، 50-50 کند. آیا به این حق دارد؟ 20% اول درست است، 20% ضرر درست نیست. پیش از همه این شرط دومی که در اول مونده است که چگونه که 20% فایده میگیرم، فقط 20% به ضرر من شریک هستم و دیگر ضرر از من نیست. شما در اینجا 0% به ضرر شریک هستید اگر شما تاجر باشید و این شرکتی مضاربه باشد. و البته که مادامی که شما در اول اتفاق کرده بودید، در مابین اتفاق رو به اجازه شما او برای ویران کردن حق ندارد. موافقت چگونه که در اول بین 80 و 20 بود، الان وقتی او میخواهد 50-50 باشد، حتما بین رضاگی دو طرف باشد. اما اون 20% که فقط ضرر 20%ش از آن است و دوامش به شما، این مضاربه نیست و این گناه است و جایز نیست که این نمود مضاربه شود. یعنی مضاربه چگونه که گفتیم، در حالی که اینجا شما یگان عیبتان نیست، یکی با تغییر یافتن کورس پول ها، یکی با یک بار ویران شدن متاع و شما یگان خیر در آنجا دستتان نبود، اگر به پول ضرر رسید 100% ضررش رو خودی سرمایه گذار باید پرداخت کند یا اینکه بالای او هست. سوال دیگر، یک میوه فروش به من گفت که پولی زیاد حاضر میبینید، ببخشید من کمی شاید خسته شدم که کلمه رو درست ندیده استادم. اینجا نوشتن خطا بوده است. یک میوه فروش به من گفت که پولی زیادتیت باشد به من ده. من وقتی میوه خوشکنی مردم میوه جمع میکنم، همین که میوه قیمت شد میفروشم، فایدهش را تقسیم میکنیم. حالا بعد یک ماه سیزن سر می شود، من می توانم به این راضی شوم. البته که به این می توانید راضی شوید، به او پولتان را می دهید و او میوه می خرد و می فروشد، فایدهش تقسیم است. اما این را هم بدونید که اگر شما پول دادید و میوه خرید و یک میوه به فروش نرفت، اینجا شما حق ندارید که پولم را یافته ده گویید، برای اون که به پولتان در این وقت می سوزید، برای اون که یک بار میوه به فروش نرفتن یا یگان آفت طبیعی آمده نابود شدن در دست اون نیست. اما اینکه اگر در حقیقت فایده کرد، هم تنی پولتان رو هم فایده که بین خود اتفاق کردید که 20% مثلا 50% بین هم تقسیم میکنید، این حلال می باشد. سوال دیگر، از بانک اسلامی برای بیزنس قرض گیریم همین مضاربه است؟ از بانک اسلامی قرض گرفتن چیزی دیگر است، از بانک اسلامی برای مضاربه پول گرفتن چیزی دیگر است. بانک اسلامی اگر از در حقیقت 100% اسلامی باشد، وقتی به شما قرض میدهد او از شما چیزی طلب نمی کند به جز رهن یا خود گرو از شما طلب میکند که به مقداری که به تو قرض دادیم از تو گرو میخواهیم، مبادا در مدت معین پولمون رو ندادی، اون گرو از آن ما میشود و یا اینکه فروخته پولمون رو از آن میشکنیم، بقیهش رو به تو میدهیم اگر گرو قیمت باشد مثل خانه و ماشین. اما مضاربه این است که بانک اسلامی که اساساً به شخصای تنها به تنها کار نمیکنند، به یگان شرکت پول میدهد، یگان شرکتی بیزنسی و خود تجاری بزرگ، و میگوید با این پول شما در ساختمان و یا کارهای دیگر کار کنید و فایده که شد بین هم تقسیم است. مبادا فایده نشد و پول سوخت، دیگر ما هم به پولمون سوختیم. اما قرض گرفتیم، این مضاربه نمی شود. قرض چیزی دیگر است، مضاربه چیزی دیگر است. آیا زن به بیزنس شوهرش می تواند سرمایه گذاری کند و فایدهش را با طلبات شرعی طلب کند؟ البته می تواند زن با بیزنس شوهرش یا برعکس شوهر به بیزنس زنش سرمایه گذاری کند. اینجا زن خودش مال شخصی داشتنش و شوهر مال شخصی داشتنش در شریعت حلال است و اولین دلیل به این مهر است که مهر پول شخصی زن است که با آن می تواند یا تجارت کند یا اینکه کاری دیگر کند. در اینجا هیچ مشکلی نیست و
من تو زنی من هستی دیگر من میتوانم همین پولم رو از خودم کنم گفتن بود، حتما باید در اینجا هم شرط و شروطی که میگذارند رعایت شود. سوال دیگر: آیا فایده شریکی در همه جاده رایج است؟ برای مثال مغازه لباس‌های عروسی یا سالن آرایشی و یا غیره. در اینجا دو چیز است: یکی شرکت‌های سرمایه گذاری که مضاربه میگوییم، دیگری شرکت‌های عادی دیگر هم هست در اسلام که مثلا دو نفر همراه میشوند و میگویند بیایید با هم هر دویمون یگان سالن آرایشی کشاییم و یا هر دویمون لباس دختر فروشیم. این هم جایز است. هر دویش هم یعنی دو نفری که با هم اتفاق میکنند و هر دو پول میپرتویم، هر دو کار میکنیم، این هم حلال است. یا اینکه دو نفر میگویند که هر دو پول میپرتویم، هر دو خانه میسازیم و اون خانه رو فروخته بین خود هر دو تقسیم میکنیم، این هم شرکتی عادی حلال است که درباره اساسا 4 شرکتی حلال یعنی خیلی خیلی مشهور در شریعت هست. در این باره انشاءالله با هم صحبت میکنیم. اما این شرکتی ما گفته ایستاده این شرکت سرمایه گذاری یا خود مضاربه است. اما شرکتی که شما گفته ایستاده یا همین گونه آیا شرکت هایی که مثلا فایده میگیریم 2 نفر کار میکنیم یا 2-3 نفر با مبین پول میاندازیم، این هم هست. اما چگونه که اینجا مثلا در شرکت مضاربه هر خسرانی که می شود و در آنجا عیبی تاجر نبود تمام خسارت مالی رو سرمایه گذار می گیرد، در شرکت هایی که 2 نفر هر دو طرف پول پرداختند و یگان بیزنس کردند و یا کار دیگر کردند، در آنجا خسارت رو هر دو طرف به مقدار پول پرداختهشان می بینند و فایده رو به مقدار پول پرداختهشان. در آنجا حسب اتفاق یا موافق مصلحت نیست. چقدر که شما پول پرداختید اونقدر زیان می بینید، اونقدر فایده می بینید نفر دیگر هم، برای اون که اینجا هم پول هم کار از یک چند نفر است. ولیکن در شرکت مضاربه سرمایه گذاری پول از یک طرف، کار از طرف دیگر می باشد. پول دادم، زمین وعده کرد و حبس شد و از حبس بعد چند سال برآمد. پول را بخشیدم ولی منتداری نکرد. بعد چند وقت محتاج بودم، پول پرسیدم، گفت ندارم. هرچند پول داشت رحمت هم نگفت. اینجا درباره به فکرم سوال هم نیست و فقط شکایت دارند نفر سوال دهنده. پیش از همه شما خیلی بزرگی کردید که یک نفری که حبس شد و برآمد به او بخشیدید، اما دویم باره که منت کردید همه آن ثواب از بین رفت. و در اسلام یا خود در شریعت هر کسی که به نفر یگان چیز رو هدیه کرد و یا قرضش رو بخشید هرگز حق ندارد که دویم باره از او طلب کند و آن طرف هم در اینجا اختیار دارد که یا خودش رو یعنی غرورش رو محافظه کند و برگرداند. اگر برنگردانید گناهکار نمی شود. ولی به هر حال کار ثوابی که کردید اینجا اجر رو از الله طلب کنید و الله خودش برگرداند. یعنی یک کس رحمت گفت نگفت، یک نفر به من منتداری کرد نکرد، گویان اگر ما عمل کنیم خیلی از مردمی کم هستند که شکر سپاس رو میدونند. لیکن به هر حال اگر بخشیدید و دویم باره طلب کردید و نداد، او هم حق دارد که ندهد، برای اینکه الله که اولین بخشیدن شما این دلیل است که شما از آن حقتون گذشتید. سوال دیگر، آخرین سوال عزیزان، طرز بحث بین سرمایه گذار و تاجر چگونه است؟ اگر در یک کشور غیر اسلامی باشید در آن مقامات قضایی از روی طلبات شرعی قضاوت نمی کنند، آیا جایز است که شکایت بریم؟ در اینجا درباره شکایت بردن به قاضی و یا شکایت بردن به سودیه های غیر مسلمان در دو چیز است. یکی شکایت در طلب کردن حق و حقوق مالی خود، دیگری در طلاق و نکاح و یعنی حق و حقوق هایی که در آنجا فقط باید شریعت حکم کند. البته که وقتی پول شما رو گرفت و شما در آنجا در اول اتفاق نامه داشتید، در دستتان برگه و یا اینکه همان اتفاق نامه هست و از روی آن اتفاق نامه شما حقتان رو طلب کرده میتوانید به قاضی یا سودیه های غیر مسلمانی هم شکایت برید و در لجنه فتوای علما هم در این باره آمدگی هست که میتواند غیر مسلمان یعنی مسلمانی که حق مالی او را خوردند و ظلم کردند به قاضی های غیر شرعی باشد هم شکایت کند تا که پولش هدر نشود. اینجا اگر شما قاضی شرعی نیست گفته شکایت نکردید پولتان نابود می شود. اما به هر حال وقتی شما یگان
دگوار یا خود از دو طرف اتفاقنامه بستید، حتما که آن نوشته می شود، مهر زده می شود. اگر شرکت های دولتی باشند، از روی همون شما می توانید به قاضی شکایت کنید. اما اگر به یگان برگه، به یگان یعنی نویس فقط بین خود و یگان برادر خود ما یگان شرکت کشادیم و یکی به دیگری ظلم کرد، در اینجا البته که به یگان قاضی شکایت کرده نمیتوانیم، دلیل هم نداریم. در این وقت یگانه میبینیم که اون انسان دارد یا ندارد. اگر دارد و نمیدهد، از روی شرعی یحل و عرضه او رو میتوانیم ما یعنی یا دشنام کتید، دشنام هایی که آنقدر مثلا گناه نباشند، یا اینکه زور آوری مثل یعنی تنگ کردن که پولم رو شکایت کردن به بعضی از نفران و بعضی نفران رو به میان انداخته، از او حقمان رو طلب کنیم. به هر حال به قاضی غیر شرعی در وقت طلب مال، حق حقوق خود، چه پاسپورت باشد چه پول و مال، رفتن جایز است. و البته که حتما باید در دستمون یک دلیلی نوشته شده باشد که به اونها که گفتیم شریعت ما، اونها که شریعت رو هرگز قبول نمیکنند. به هر حال عزیزان، تا توان در جواب سوالهایتان بودم و اگر یگان خطاگی شد یا یگان موضوعی که میخواهید خیلی در این باره صحبت شود و آن موضوع برایتان مهم است، میتوانید به ما نویسید و در این باره با هم صحبت میکنیم. و در آخر یک خلاصه گیری که حتما چون هر وقته میکنیم طبق معمول، میخواهم به شما عزیزان برسانم که وقتی که نفر شرکت سرمایه گذاری گفت و یا مضاربه اسلامی گفت، فقط نامش رو شنیده این مضاربه اسلامی نباید گوییم. حتما شرط و شروطی که در آنجا هست، او از شما چی طلب میکند، شما از او چی میخواهید، این رو ببینیم و شریعت به این چی میگوید آن رو ببینیم. برای اون که خیلی زیاد نفرانی هستند که میگویند من به مضاربه مشغول هستم و میبینیم که اون مضاربه نیست، اون همان ربایی هست که الله در قرآن و پیامبر صلی الله علیه و سلم بارها حرام کردگی هستند. و به ربا برای نزدیک نشدن و شرکت برای شرکتی حلال دور از حرام و مفسدات بودن، حتما باید کاملا این تجارت در کدام جاده است و در این تجارت کی چقدر سهم دارد و چی طور است، شرط و شروط چی است، همه اینها را اول حتما باید آموخته، بعد از این به این تجارتی که حلال است و در عین حال چگونه که گفتیم ریسک هست و توکلی هست باید قدم نهیم. با امید آن که برکت پروردگار در خانواده شما باشد و هرگز کسی شما را فریب نکند، پولتان را به مضاربه گرفته نابودش نکند. شما آن را به الله میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.